به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما بچه ها و همراهان گرامی. رحیمی هستم، مدرس زبان با تدریس درس 1 پایه 11 در خدمت شما عزیزان هستیم. Lesson 1 درس 1 Understanding people، درک کردن مردم. Get ready، آماده شوید. Find 6 languages below، میگه پیدا کنید 6 زبان رو در زیر. Arabic، عربی. Persian، فارسی. Spanish، اسپانیایی. Japanese، ژاپنی. German، آلمانی. Russian، روسی. خب ما 6 تا زبان رو پیدا کردیم. با هم به قسمت بعد میریم. B. Mark the regions where people mainly speak these languages. میگه علامت بزنین مکانهایی رو که مردم به طور عمده به این زبانها صحبت میکنن. خب روسیه اینجا هستش، راشا. چین که نداشتیم. ژاپن اینجا هستش، تقریبا بیرون نقشه هست. ایجیپت، در مصر عربی صحبت میکنن. اسپین، اسپانیایی. جرمنی، آلمانی صحبت میکنن. و پرشن، ایران هم که اینجا هستش. خب اینها رو ما پیدا کردیم. میریم به صفحه 10 page 10. Part 1 بخش 1 Reading Comprehension، درک مطلب. Hints for learning a language better. Learning a new language doesn't always mean sitting in the classroom and studying language books. میگه آموزش یک زبان همیشه به معنی نشستن در کلاس درس و مطالعه اون کتاب‌های زبان نیست. In fact، در حقیقت language teachers suggest that، میگه در حقیقت معلم‌های زبان پیشنهاد میکنند که you do plenty of extra learning outside of school، که شما باید plenty of میشه کافی، extra بیشتر. میگه شما باید بیشتر تمریناتتون رو بیرون مدرسه داشته باشید. Places like your home or a library near you، میگه مکانهایی مثل خانه و یا کتابخانه نزدیک شما. There are a number of ways to improve your understanding way of language. میگه وجود دارن راه‌های زیادی برای improve، بهبود بخشیدن فهمیدن زبان شما. For example، برای مثال if you want to improve your English، میگه اگر شما میخواهید انگلیسیتون رو ارتقا بدید. or any other foreign languages، یا هر زبون خارجی دیگه ای رو. You should consider some of these hints، میگه شما باید اهمیت بدین به این اشاره ها، به این نکته ها. If you add a few of these ideas to your day-to-day language learning، میگه اگر شما اضافه کنید تعدادی از این ایده ها رو به یادگیری زبان روزانه خودتان، you will certainly see some improvement، میگه شما به طور قطعی پیشرفت رو خواهید دید. خب میریم به صفحه 11 page 11. Get a good dictionary، میگه یک دیکشنری خوب تهیه کنید. A dictionary is your best friend while you're learning English، میگه یه دیکشنری بهترین دوست شماست زمانی که شما دارید انگلیسی یاد میگیرید. Read a lot، میگه خیلی بخونید. Reading is a great way of practicing
your English in your own time. میگه خواندن یکی از راه‌های یادگیری انگلیسی در زمان خودتون هستش. Books and newspapers are useful. میگه کتاب و روزنامه ها خیلی مفید هستند to improve your English برای ارتقاء زبان شما. Label things in your house. میگه برچسب بزنید به چیزهاتون در داخل خانه. Buy a pack of labels and then write the name of the items on them. میگه بخرید یک بسته از برچسب ها رو و then سپس write the name of the items on them. میگه سپس بنویسید اسم آیتم ها رو روی اونها، اسم مورد ها رو روی اونها. such as phone مثل تلفن، window etc. میگه مانند تلفن، پنجره etc. یعنی غیره. This is great for beginners. میگه این عالی هستش واسه شروع کننده ها. Practice English whenever you can. میگه انگلیسی رو تمرین کنین هر جایی که شما میتونین. It's important that you don't leave your English learning inside the classroom. میگه این مهمه که شما ترک نکنید یادگیری انگلیسیتون رو داخل کلاس. Make sure you never escape learning. مطمئن بشید که شما هرگز از یادگیری فرار نمی کنید. در واقع شونه خالی نمی کنید. خب بریم به قسمت های پایین تر. Write every day. بنویسید هر روز. Try and write something every day using new words and grammar that you've learned. میگه امتحان کنید، تست کنید و بنویسید چیزهایی رو روزانه با استفاده از new words لغات جدید و and grammar و دستور زبان that you've learned که شما یاد گرفته اید. Watch television and movies and listen to good radio programs. میگه تلویزیون نگاه کنید و فیلم and listen و گوش بدین to good radio programs و گوش بدین به برنامه های خوب رادیویی. Practice every day. میگه هر روز تمرین کنید. Make yourself a study plan. میگه برای خودتون یک برنامه مطالعه طراحی کنید. Decide how much time a week you are going to study. میگه تصمیم بگیرید چند ساعت در هفته قصد دارید مطالعه کنید. Don't be afraid to make mistakes. میگه از اشتباه کردن نترسید. Be confident. مطمئن باشید. When speaking or writing in English. زمانی که صحبت میکنید یا مینویسید به انگلیسی. Practice all four language skills. میگه تمرین کنید همه مهارت‌های زبان رو. Reading خواندن، writing نوشتن، speaking صحبت کردن and listening و گوش کردن. True or false. درست یا غلط. Classroom is the only place to learn a foreign language. میگه کلاس درس تنها مکانیه برای یاد گرفتن یک زبان خارجی. میگیم غلطه. False. You can improve your English. میگه شما میتونین improve یعنی ارتقا دادن. Make better. Improve میشه make better. Your English if you use different types of media. میگه شما میتونین ارتقا بدین انگلیسیتون رو اگر شما استفاده کنید از مدل‌های متفاوت رسانه. True. درسته. Writing the name of things on them is a useful way to learn new words. میگه نوشتن اسم چیزها روی اونها یک راه مفیده برای یاد گرفتن لغات جدید. میگیم true. این هم درست هستش. بریم به قسمت B. Scan and answer the questions. میگه اسکن کنید و پاسخ بدید به سوالات. How many learning hints are suggested in this text. میگه چند تا مورد
پیشنهاد شده برای آموزش زبان در این متن. میگه بله، میگیم 9 تا 9 hints. Name 2 house parts mentioned in the text. میگه نام ببرید 2 تا از اشیاء خونه رو که در این متن نام برده شده. میگیم phone، window، تلفن و پنجره. How many times did the word language appear in the text؟ میگه چند بار لغت language appear ظاهر شده. میگه چند بار دیده شده، ظاهر شده لغت language در متن. میگیم 7 times. 7 times، 7 مرتبه. میریم به قسمت C. Scan and answer the following questions. میگه اسکن کنید و پاسخ بدید به سوالات زیر. Which is your best friend in learning a foreign language؟ میگه بهترین دوست شما در آموزش زبان انگلیسی چیست؟ میگیم my best friend is dictionary. می‌نویسیم my best friend is dictionary. Which places are better to learn English؟ میگه کدوم مکانها بهتر هستن برای یادگیری زبان. Classroom and any other places are good. Classroom and library are good. میگیم کلاس درس و کتابخونه خوب هستن. Find 4 language skills in the text. میگه پیدا کنید 4 مهارت زبانی رو در متن. میگیم reading، writing، speaking، and listening. به صفحه 13 میریم. page 13 part 2 بخش 2 vocabulary لغت. add one out میگه اون لغتی رو که با بقیه مرتبط نیست رو مشخص کنید. region میشه منطقه، part میشه بخش، area ناحیه، planet میشه سیاره، این با بقیه متفاوت. چاینا، بلژیم، انگلند اینا همه کشورن اما یوروپ قاره است. belief، wish، feeling. belief میشه عقیده، wish آرزو، feeling احساسات، اما brain معنی مغز میده. century قرن، year سال، months ماه، اما مون معنی ماهیم رو میده که در آسمونه و در واقع یک قمره. میایم اینجا 100 معنیش صده، million میلیون، 10 خب همه اینا اعدادن اما many به من میگه خیلی، این با بقیه متفاوته. میریم به قسمت B. match columns A and B. میگه مطابقت بدید ستون A و B رو. exchange knowledge میگیم تبادل اطلاعات، تبادل دانش. native speakers میگیم سخنوران ملی، در واقع سخنگویان بومی. very greatly متفاوت بودن به صورت فاحش، تفاوت زیاد داشتن.
understand the language میگه درک زبان. farming region میگه مناطق کشاورزی. meet the needs برآورده کردن نیازها. با هم میریم صفحه 14. C. Put the words in 3 groups considering their meanings. میگه قرار میدیم لغات رو در 3 گروه با توجه به معنی آنها. ایمیل پرژن فارسی. تلفن افریقا آفریقا. letter حرف. عربی فرنچ فرانسه. آسیا اروپا. موبایل فون امریکا اسپانیایی. خب ما میایم در این ستون ها اینا رو به طور متفاوت جدا میکنیم. ایمیل با نامه، letter، تلفن و موبایل فون. در واقع ما اینجا لوازم ارتباطی رو داریم. Arabic، French، Persian، و اسپانیش. افریقا، یوروپ و امریکا و ایشیا. خب پس ما در ردیف اول وسایل ارتباطی رو نوشتیم: ایمیل، نامه، تلفن و تلفن موبایل. در ردیف ستون وسط زبانها رو گذاشتیم: عربی، فرانسه، فارسی و اسپانیایی. و در قسمت سوم کشورها رو گذاشتیم. خب وارد صفحه 15 میشیم. page 15. These words are hello in 6 different languages. میگه اینها لغت‌های به معنی سلام هستند در زبان‌های مختلف. Match the words with the maps and name their languages. تطابق بدید لغات رو با نقشه و اسم ببرید زبان آنها را. بونژور میشه زبان فرانسوی میشه سلام. پس جلوش می نویسیم فرنچ. خب هالو به زبان جرمنی، آلمانی، ایندیان، جپانیز، ایتالیان، و اسپانیش. خب اینو به این ربط میدیم، این به این. این قسمت پایین رو باید خودتون وصل کنین، چون اینجا همونطور که ملاحظه میکنین جا نیستش که بخوایم اونها رو وصل کنیم. خب page 16 صفحه 16. Fill in the blanks with the given words. میگه پر کنید جاهای خالی را با لغات داده شده. Make the necessary changes. میگه انجام بدید
تغییرات لازم رو. 1. In this shop prices میگه در این مغازه قیمت ها range متغیرن from 10 to $50. میگه تو این مغازه قیمت ها از $10 تا $50 متغیرن. This artist is quite popular. میگه این بازیگر تقریبا مشهور ما بین مردم جوان. In winter در زمستان birds fly to southern region of the country. میگه در زمستان پرنده ها به مناطق جنوبی کشور پرواز میکنن. More than 80% میگه بیشتر از 80% percent یعنی درصد of people have access to the internet. access در واقع دسترسی، میگه بیشتر از 80% مردم به اینترنت دسترسی دارن. Five. There is no sign that life exists on other planets. Exist یعنی وجود داشتن. میگه نشانه وجود نداره که روی سیارات دیگر زندگی وجود داشته باشه. میریم پیج 17 صفحه 17. Part 3 بخش 3 گرامر دستور زبان. Look at the pictures میگه به تصاویر نگاه کنید. Complete the following sentences میگه جملات زیر رو کامل کنید. I bought 15 kilos of rice میگه من 15 کیلوگرم برنج خریدم. There are 4 shelves of bookcase میگه وجود دارن 4 تا قفسه کتاب. There is a glass of water. وجود داره یک لیوان آب. مهسا is going to eat 2 pieces of cheese. میگه مهسا قصد داره 2 تکه پنیر بخوره. میریم به صفحه 18 پیج 18. Complete the following sentences with appropriate units and measure words. میگه کامل کنید جملات زیر را با واحدهای مناسب و لغات اندازه‌گیری مناسب. I should drink 8 glasses of water every day. میگه من باید هر روز 8 لیوان آب بخورم. میگیم 8 glasses of water. خب I eat a piece of cake. میگه من میخورم هر روز 1 تکه کیک. My father buys a kilo of meat. میگه پدر من میخره 1 کیلو گوشت هر ماه. I eat 2 loaves of bread for breakfast. میگه من 2 برش نون میخورم برای صبحانه.
She ate 2 slices of melon. میگه اون میخوره 2 برش از هندونه. اون خورد 2 برش هندونه دیروز. Part 4 بخش 4 Page 19 صفحه 19 Read the numbers with appropriate stress. میگه لغت‌های زیر را با استرس مناسب، با فشار مناسب، با تون صدای مناسب بخوانید. خب ما اینجا اعدادی رو داریم، اینها رو با هم میخونیم. 13 فشار ما روی تین هستش. 18 2 مرتبه استرس روی تین هستش. 20 استرس روی بخش اول. 40 مجددا رو بخش اول. 60 و 90 استرس رو قسمت اول هستش. وارد صفحه 20 میشیم. Page 20 Part 5 بخش 5 Read the following sentences. میگه جملات زیر را بخوانید. Put S میگه قرار بدهید S رو for subject برای فاعل. O for objects O رو برای مفعول ها. V for verbs V رو برای فعل ها. And adverb for ADV for adverbs و اختصار ADV برای قیدها. خب ما اینجا 5 تا جمله به ما داده. این 5 تا جمله رو با هم قسمت های مختلفش رو مشخص میکنیم. خب اول میایم سابجکت رو مشخص میکنیم. The man subject is eating این قسمت verb. Lunch object. Quickly adverb. We subject. Study verb. English object و hard adverb. جمله اول The man is eating lunch quickly میگه مرده داره ناهارش رو تون میخوره. جمله دوم ما سخت انگلیسی میخونیم. We study English hard. Number 3 We study The old woman fell down میگه خانم پیر افتاد. The old woman subject من هستش فاعل. Fell verb. Fell down در واقع فعل من هستش میگه افتاد. The baby subject laughed verb. Very loudly adverb. میگه بچه خیلی بلند خندید. I subject looked verb. The cake object. In the kitchen adverb. Last Sunday هم adverb. خب ما فاعل رو داریم، بعد فعل، بعد آبجکت، مفعول رو داریم. ما اینجا 2 تا قید داریم. یه قید مکان، در انتها هم قید زمان رو داریم. میگه من تو آشپزخونه کیک پختم یکشنبه گذشته. وارد صفحه 21 میشیم. Page 21 صفحه 21 C Fill in the blanks with appropriate nouns and verbs. میگه پر کنید جاهای خالی را با اسمهای مناسب و اسمها و فعلهای مناسب. He speaks English very well. اینجا میذاریم he. خب
چرا ما فاعلمون باید سوم شخص مفرد غایب باشه؟ برای اینکه اسپیک من اس داره. He speaks English very well. شاهین bought some books yesterday. میگیم شاهین تعدادی کتاب خرید دیروز. علی wrote a letter to his brother. میگه علی یک نامه نوشت به برادرش. Many birds live in rainforests. میگه پرنده های زیادی در جنگل های بارونی زندگی میکنن. میریم به بخش D. Unscramble the following sentences. میگه جملات زیر به هم ریخته شدن، اونها رو مرتب کنید. Bread much your mother does how need. میگیم how much bread does your mother need. I like to drink a glass of water. میگه من دوست دارم یک لیوان آب بنوشم. There are lots of cars in the street. ماشین های زیادی در خیابان وجود دارند. میگیم there are lots of cars. Four. She has 32 classmates. میگه دختره 32 تا همکلاسی داره. میگیم she has 32 classmates. و شماره 5. Number 5. My friends saw a lot of chickens in yard. My friends میگه دوستان من تعداد زیادی پرنده دیدن در حیاط. تعداد زیادی جوجه دیدن در حیاط. وارد صفحه 22 میشیم. Page 22. E. Look at the picture and write appropriate sentences for each one. میگه نگاه کنید به تصاویر و جملات مناسب بنویسید برای هر کدام. She says prayers every morning. میگه اون هر روز صبح نماز میخونه. She says prayers every morning. She is teaching English now. میگیم اون الان داره انگلیسی درس میده. She is teaching
English now. میگیم اون الان داره انگلیسی درس میده. Number 3 شماره 3 They went to cinema yesterday. اونها دیروز رفتن به سینما. میریم به تصویر آخر. They will fly next Friday. They'll fly. آنها پرواز خواهند کرد هفته جمعه آینده. خب بچه ها درس اول رو با هم تموم کردیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. God be with you. رحیمی.